داد مشوقه با عاشق پیغام، داد مشوقه با عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پرآژنگ. با نگاهی غضب‌آلود زند بر دلی نازکی من تیری خدنگ. از دری خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهنی قلماق سنگ. مادری سنگ دل تا زنده است، شهد در کام من و توز شرنگ. نشوم یک دل و یک رنگ تو را تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت به خوف و درنگ. روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. گرم و خونین به منش بازاری تا برد زاینه قلبم زنگ. عاشقی به خیردی ناهنجار، نه بلا فاسقی به اسمت و ننگ. حرمتی مادری از یاد ببو مست از باده و دیوانه زبنگ. رفت و مادر را افگند به خواب سینه بدرید و دل آورد بچنگ. قصد سرمنزل معشوقه نمود دل مادر به کفش چون نارنگ. از قضا خوردم در به زمین وندکه رنجه شد او را آرنگ. آن دلی گرم که جان داشت هنوز افتاد از کف آن به فرهنگ. از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتنی آن آهنگ. دید که از آن دلی آغوشته بخون آید آهسته برون این آهنگ. آه دستی پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ، خورد به سنگ. وای
کرد و بگفت این چنین این ودای من رساند بر یمن ویسی قرنی آن یاری من هست او شخصی ذکی و با ادب نکو یاران کند او را طلب چار یار گفتم با وی پیغمبرا از کجا یابم نشانی ورا مصطفی فرمود گوش سازد به ما اوست در مادر به خدمت دایما هم نباشد در دهان دندانی او خوش باشد قامت و اندامی او بعد چند چار یاری با صفا آن رفیقانی قرینی مصطفی گشته گشته بر یمن باز آمدن نزد ویسان همدمی راز آمدن چار یاران چون بدیدن آن زمان هیچ دندانه نداشت او در دهان کرد ویس پرسش یارا را نخود از کجا دانم شما یارانی دوست میبینم من در دهان دندانتان از کجا باور کنم گفایتان چون شکست دندان نبی را در احد من ندانستم کدام دندان بود پس نکردم شفقت بر جان خود تخمیناً کندم همه دندان خود بشنیدم یاران همه نقلی ورا با خبر گشتند از آن ماجرا
جملگی آمد همان در وجود، در حقیقت مصطفی دانسته بود کی او از در فضل و دانش رسته بود. کی او از در فضل و دانش رسته بود. التجا کردن یارم پیشی آن، تاریدارا هم گیرند از دستشان. گفت ویس نیست قوتی برداشتن، تخمی نیکی مثل احمد کاشتن. چون کنم من این ردا را دوستان، باری وزنین بر سرم باید از آن. لیک چو پیغمبر روا دیدست به ما، من به یک شرط میگیرم آن از شما. شاید این باشد دعا کردن زمان، مرد باشد اندر آمین گفتن. بعد این در سجده شو سلطان اویس، بس مناجات می نمو سلطان اویس. یک دو ساعت از مناجات چون گذشت، دستیار از این مشقت خسته گشت. این مشقت کرد بر یاران اثر، گفتن اکنون ای اویس بردار سر. از زمین برخاست اویس شالا کوچوست، گفت افسوس در دعا گشته سوز. می بودید اندر دعا پایندگان، می نمود الله دوزخ بسته در. می شدند اندر قیامت امتا، نزد احمد صدر جنت جایشان. حضرتی سلطان اویس آن مردی نیک، بری اومد از خدا بود با امید. هرچی یافت او در سرای زندگی، فضل و دانش هم ادب در بندگی. هر یک او را مادر توفه بود، پیش مادر او به خدمت رسته بود.
هر کس طاعت کند مرد آن شود خدمتی مادر کند سلطان شود هر کس طاعت کند مرد آن شود خدمتی مادر کند سلطان شود خدمتی مادر کند سلطان شود